سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. برنامه صحبت روز است از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه ما حضور دارند سید احسانی جلالیان، سرمحرر اداره برنامه‌های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان و فردوسی نظام، مسئول بخش اینترنتی رادیوی تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما. موضوع امروزه صحبت ما نقش رادیو در تربیت و تندرستی جامعه می باشد. مورد به ذکر است که امروز نقش رادیو در سیاست، علم و فرهنگ، اقتصادیات مملکت و در تمام ساحه‌های حیاتی جامعه نقش مهم دارد. گرچند در زمان جهانی شوی علم و تکنیک، شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند، نوابسته از این رادیو جای و موقع خود را از دست نداده است. رادیو را می توان در تمام حالت‌ها شنید. از تمام مسائل مبرم روز در جهان معاصر خبردار گردید. در گذشته نقش رادیو در سیاست کشور به همتا بوده. در هر یک خاندان، در هر یک اتاق کاری کارمندان مؤسسه‌های دولتی، خواجگی‌های دهقانی، کوچه و خیابان‌های شهر و دهات رادیو نصب گردیده بود. امروزها باشد ما رادیو را در نقلیات و تلفن‌های موبیلی پیوسته گوش می‌کنیم. در ابتدای صحبتمان می گفتید که امروز نقش رادیو در تشکل و تربیت و تندرستی جامعه تا چه اندازه مؤثر است؟ تشکر از شما. پیش از آن که درباره نقش رادیو در تربیت و تندرستی جامعه صحبت کنیم، ما باید اول یک رجوع داشته باشیم که خود و تندرستی چی است و چرا در شرایط امروز و در طول تاریخ مهم بود برای پیشرفت یک جامعه، برای مستحکم شدن پایه‌های دولتداری این یا آن دولت. از این نقطه نظر وقتی ما درباره وطنداری میگوییم، اکثرا یک دیدگاه وجود دارد که یعنی هر فرد جامعه در اجرای رسالت و مسئولیت کسبی و مسئولیت اجتماعی خود، چی در عائله چی در جامعه، عهده برای آن مناسبت میکند، مسئولانه مناسبت میکند، اون میتواند که یک نفری وطن دوست باشد. ولی نوبسته از این، وطن دوستی مجموعه احساس‌ها هست، رفتارها هست، کارهای هست که ما باید در یک جامعه نوبسته از مقام خود انجام دهیم و به این وسیله برای رشد وطن خود و برای رشد جامعه خود مساعدت کرده باشیم. ولی در مسئله وطن دوستی احساس بسیار چیزی مهم است. یعنی یک نفر، شخصی که در جامعه یک مقام دارد، یک صاحب کسب خوب است ولی اون احساس ندارد نسبت به وطن، نسبت به ملت، اون حس وطن دوستی اون علاقه ناقص است. بنابر همین وقتی که درباره نقش رادیو صحبت می شود، ما باید بگوییم که رادیو از زمان پیدایش خود، حتی می توان گفت تا به امروز، مردمی ترین، دسترس ترین وسایل اخبار عامه بود و همین نقش رادیو بود و همین امکانیت های تکنیکی رادیو بود که اونا در جامعه مؤثر کرد. اگر مثال را مشخص تر به مثال کشور خودمان، در مثال رادیوی تاجیکستان که اولین رادیو در تاجیکستان است و می توان گفت یک مکتب بزرگ کسبی، علمی، هنری و اطلاعاتی برای جامعه تاجیکستان بود و هست. هنوز از زمان پیدایشش نقش رادیوی تاجیکستان در تربیت و تندرستی، در مساعدت به روندهای رشد دهنده جامعه بسیار مؤثر بود. کدام برنامه یا لایحه‌های رادیویی در تربیت و تندرستی مردم نقش بیشتر دارند؟ رادیو یکی از رسانه‌هایی هست که تاثیرش نسبت به دیگر وسایل اخبار عامه در گذشته خیلی مؤثر بوده و بعداً هم این جایگاه تقریباً که پابرجا هست، هرچند عامل‌های دیگری هست که یک کمی موقع را تنگ میکنه، ولی بعضاً وظیفه ها یا بعضاً عامل هایی هست که نمیتواند چیزی دیگر جای رادیو را بگیرد. اونه که خب در برنامه های دیگر هم گفته می شود یا خود شما هم میدونید که فرض مثال خب رادیو تنها با شنیدن میتواند که خبر و گزارش ها را بشنوید، با شنیدن، با گوش، با سمعه. اما برای تلویزیون باید شما حتما تماشا کنید و
حتما در جای معین باشید. اگر در شما در سر چنبرک ماشین باشید هیچ وقت تلویزیون تماشا کردن نمیتوانید. شما در میدان کار کرساده باشید، در اونجا کلند و بیل دارید، هیچ وقت شما وقتی ندارید روی تلویزیون تماشا کنید یا با اینترنت سر و کار میگیرید. حالا ساختمانچی با ساختمان مشغول است، هیچ وقت او وقت یافته نمیتواند که با اینترنت درآید با تلویزیون تماشا کند. رادیو را میگذارد، اون بلند خواندن میگیرد، دست کار، چشم ها به کار است، اما سامعه گوش به رادیو است. یعنی موقعی همین رادیو را چیزی دیگری گرفتن تقریبا که نمیتواند. درست است که موقع را تنگ کرده میتواند، اما جایگاهش تماما چیزی دیگر گرفتنش شاید چیزهای دیگر در آینده پیدا شود که جوش گیرد، ولی امروز تقریبا این ناممکن شده. خب کدام برنامه های رادیوی تاجیکستان خیلی زیادند که به رشد یا به تربیه وطن دوستی خب نسل نو است یا عموما جامعه سهمگذار باشند. برنامه ها خیلی زیادند، مخصوصا برنامه ها در سمت خب علم و معارف. ما خیلی زیاد برنامه ها داریم که این خب 30 40 50 سال شده است که اینو میبینیم. از اون پیشتر هم بود است، وابسته به دوره هایی که خب سیاست هایی که بوده. مثلا در دوران شوروی، پیش از دوران شوروی و بعد دوران شوروی، مثلا تا به استقلالیت یا بعد از استقلالیت و دوره از مرحله جنگی به مرحله بعدی جنگی گذشتن. خب وابسته به حالت برنامه ها خیلی زیاد است. وقتی درباره لایحه های رادیویی صحبت میکنیم که با وطن دوستی و حس خویشتن شناسی مساعدت میکند، ذکر یک نکته را از نظر من مهم است. این است که زمانی که ما به استقلالیت رسیدیم، ما الکی صاحب دولت ملی شدیم. ما از اون دایره های تنگ ایدئولوژی بیرون آمدیم. تمام حرف و هجای ما، تمام تلاش های ما، تمام برنامه های دولتی به یک سمت روانه بود. اون هم مستحکم کردن پایدیوار دولت، حفظ فرهنگی ملی و رشد جامعه در پرتو احساس وطن دوستی و ملت پرستی. در همین اساس رادیوی تاجیکستان هم دیگر با یک فرمت نو به فضا وارد شد، با هدفهای نو وارد شد که این هم تربیه حسی چی وطن دوستی، چی خودشناسی، چی حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و ملی. تمام برنامه‌هایی که از رادیوی تاجیکستان و شبکه‌های آن در زمان استقلالیت به این طرف نشر و پخش می‌شوند، مجموعاً به همین سمت، به همین هدف روانه شده است. و فرمت خود رادیو، اگر خود رادیوی تاجیکستان رو به نظر بگیریم، فرمت عمومی هست، یعنی رادیوی رسمی هست. برای تمام قشر جامعه برنامه‌های دارد که اختصاصاً پخش می‌شوند، چی برای جوانان، چی برای کودکان، چی برای مثلا سمت ورزش، چی در سمت سیاست، چی اجتماع، چی فرهنگ. این وابسته به اداره ها و محرران و برنامه ها هستند که پخش می شوند و اختصاص داده شدند. و وقت ذکر یک نکته مهم است که مخصوصاً از سالهای 2000 به این طرف مهمترین ویژگی که تمام رادیوها و در همین اساس یک نکته دیگر هم باید ذکر کنم که بعد از زمان استقلالیت در تاجیکستان تیپولوژ رادیوها با وجود آمد، چه از نگاه تعیینات و چه از نگاه مؤسس. یعنی چه رادیوهای دولتی، چه غیر دولتی، چه رادیوهای گوناگون فرمت، مثلا فرهنگی و اقتصادی و اطلاعاتی و فراغتی و امثال اینها. تمام همین رادیوهایی که در بعد استقلالیت با وجود آمدن یک ویژگی بسیار مهم داشتند. این هم بازم برمیگردد به هم مردمی بودن رادیو و امکانات تکنیکی که شنوندگان می توانستند رابطه بی‌واسطه برقرار کنند. با واسطه برقرار کردن همین رابطه آنها در مورد می توانستند که در یک موضوع ابراز نظر کنند و یک نفر در یک مورد کمک کنند، همزمان مصلحت گیرند
و مشکلات خود را یعنی مشکلات خود را بیان کنند و راه حل اون را جستجو کنند و همین امکانیت رابطه مستقیم برقرار کردن امکان داد که نقش رادیو خیلی بالا رود و در بسیار مسائل برای جامعه مفید واقع شود. بعداً یک چیز دیگر هم من اضافه کنم اینه که از استاد میرزا ترسونزاده شروع کرده تا به استاد لایق و اسکر حکیم و چندین بزرگای ما مخصوصا در رادیوی تاجیکستان کار کردن. یعنی اینا نفرای فرهنگی بودند به همین فرهنگی کردن جامعه، به تربیه وطن دوستی و به علم و ادب رو آوردن جوانان یا خودی شهروندان شنونده ها خیلی تاثیر زیاد رسوندن. بعدن حالا خوب اینه که پیش تنها رادیوی تاجیکستان بود. حالا رادیوی تاجیکستان در نظرش 3 شبکه دیگر تأسیس داده. رادیوی برون مرزی آواز تاجیک است که بیشتر به مسائل خارجی سر و کار میگیره، یعنی تطبیق کننده سیاست تاجیکستان برای خارجیان است. و اینچنین رادیوی فرهنگی داریم که صفر به موضوعهای فرهنگی سر و کار میگیرد، در حالی که همه این رسالت ها را یک رادیو انجام میداد. حالا خوب و اینچنین صدای دوشنبه که این بیشتر به موضوعهای فراغتی و این هم به موضوعهای سیاسی و اجتماعی اطلاعاتی هم سر و کار میگیرد. ولی رادیوی تاجیکستان هنوز هم باز چگونه که فردوسی اشاره کردن، اداره های تحلیلی، اخباری، اداره موسیقی، جوانی، ورزش و سیاحی، صبح دارن که به موضوعهای مختلف سر و کار میگیرن. ولی امروز رقابت خیلی شدت گرفته که حالا رادیوهای خصوصی هم رشد کردن بعد از زمان استقلالیت به دست آوردن و اینچنین رشد وسایل اخباری عامه. رادیوهای مؤثر خصوصی در کشور خیلی زیاد شدن. اکنون رقابت کردن خیلی جدی‌تر شده است. ولی با وجود این ببینید شما چیزی کسبی در رادیو تاجیکستان میتونید که گوش کنید. حالا با کدام شما رسانه رادیو توجه میکنید که مثلا یک برنامه صفر ژورنالیستی رادیویی کسبی رادیویی میکنند، بیشتر به فراغتی سر و کار میگیرن یا سمتی معین است. ولی رادیوی تاجیکستان برنامه‌های کسبی انجام میدهد و وابسته به موضوعهای گوناگون. مثلا گزارش درست است که ما برنامه‌های کسبی در رسانه‌های خارجی میبینیم، ولی گپ در سر رقابت رسانه‌هایی که در فضای امروزه ما هستند، روی موج‌های معین پخش میشوند و خوب رسانه‌های ملی هستند. یعنی هنوزم رقابت پذیر من فکر نمیکنم که با رادیوی تاجیکستان باشد. از روی ساخت و مضمون و محتوای برنامه رادیو میتوان به تربیت وطن دوستی جامعه اثر گذاشت. بسیار گفتیم درباره اینکه وطن دوستی است رادیو چی نقش دارد. همون طوری که اشاره کردم تمامی تلاش هایی که مخصوصا در رادیوهای دولتی، رادیوی تاجیکستان و شبکه های آن می شود، اون هدف کلی و هدفی که ما در پیش گذاشتیم و برای اون تلاش میکنیم این وطن دوستی است. محض به خاطر اطلاع خوب دادن و با واسطه اطلاع بیدار کردن حس وطن دوستی جامعه مخصوصا جوانان و قشرهای گوناگون جامعه برنامه‌های ساخته می‌شوند که پرره افاده کننده احساس وطن دوستی در سمت‌های گوناگون. اگر ما این تیپولوژی برنامه‌ها را یک بار نظر کنیم، حتی در برنامه‌های کودکانه که در اون بیشتر افسانه‌ها و قصه‌های جالب برای کودکان بیان می‌شود و ما و شما هم در یاد داریم که یک وقت انتظار افسانه از رادیو بودیم در زمان کودکی خود. همون الیمنت های یعنی جزهای یا که قصه های گفته می شوند که از یک جهت برای تربیه کودکان حتی اثر گذاشته باشد. این یکی از همون خاصیت های رادیو هست که می تواند با گوناگون رنگی و با هدفی که گذاشت و
جالبیتی که ایجاد کرده میتواند در برنامه با نه تنها با حسی وطن دوستی، حسی زیبایی پرستی، حسی مسئولیت، حسی زیباشناسی کمک کند و طبیعتاً وقتی که برنامه های رادیوی تاجیکستان رو ما تحلیل میکنیم همین خصوصیت در برنامه های فرهنگی ما بسیار واضح هست. چون که وقتی ما درباره فرهنگ میگوییم عادتاً درباره شعر، درباره ادب، درباره گذشتگانی با افتخار خود که 100 ساله ها هست که ما پیشتازیم در عرصه علم و فرهنگ میگیم. این ناخودآگاه تاثیر میرساند به احساس یک نفری که مخصوصا در تاجیکستان است و این گونه برنامه ها رو گوش میکند و حاضر گفته میتوانیم که میبیند از طریق اینترنت که ما امروز در اینترنت هم فعالم. و یک نکته دیگر هم جالب است که رادیوی تاجیکستان مخصوصا دیگر رادیوها هم شاید، اما من از نام رادیوی تاجیکستان گفته میتوانم که ما بیرون از حدودهای جغرافی تاجیکستان شنونده داریم و تماس هایی که با ما گرفته می شود چی از افغانستان، چی از ازبکستان، حتی از پاکستان و نامه هایی که امروز ما با واسطه اینترنت دریافت میکنیم و نشان میدهد که تاجیکان و فارسی زبانان دنیا هم رادیوها رو مخصوصا رادیوی تاجیکستان رو گوش میکنن و نظر خود رو جهتی چی رو گوش کردن میخواهند از رادیو پیشنهاد میکنند به ما که این البته خود از خود برای ما انگیزه و الهام میدهد و ما رو به این باور میرساند که تا یک حد چی در مرحله های گوناگون تاریخی و چی امروز رادیو موفق بود که به احساس گوناگون رنگ بینندگان خودمان تأثیر رسانه، مخصوصا احساس وطن دوستی. بله، من هم کمی اضافه میکنم. حالا وابسته به مضمون و محتوای برنامه ها گفتن. حالا بر مثال آوردند افسانه‌گویی ها را. هنوز هم که افسانه‌گویی ها در رادیوی تاجیکستان در ساعت های معین شده پخش می شود و بیشتر موضوع های گرفته می شود که با وطن دوستی کودک، حتما اون موضوع ها کودکانه است، موضوع افسانه ها و بیشتر تبلیغ یا تشویق کردن به وطن دوستی بیشتر تشویق میشه در اون. بعدا ببینید برنامه دنیای سرباز داریم. به خاطر در برنامه دنیای سرباز بعضا سرباز برای محتوا گفته، من این چیزا رو مثال میارم، بعضا سربازا نفرانی که در سمت نظامی کار میکنن حتما سخنهایی را میگوین که برای حفظ مرز و بوم وطن میخوان که جان خود قربان کنن، میخوان چی کارهای خیلی دشوار را انجام میدن. این دیگران به همین سمت میدونید بیدار میکند. اونا هم میخوان که یک نفر، یک جوان گفته ایستاده است که من به خاطر حفظ مرز و بوم وطن میخوام جانم فدا میکنم. یک نفر به خاطر بالا کردن پرچم ملی، یک ورزشکار چی تلاش های را انجام میده. مثلا فوتبال بازای ما رفتن به خاطر معرفی تاجیکستان در جام آسیا به فرض مثال، یا که جوانان تیم منتخب رفته بودن سال گذشته در جام آسیا چگونه در معرفی کردن کشور سهم گذاشتن. این تنها وسایل اخبار عامه میگوید. حتما درست است که در شبکه‌های اجتماعی هم هست، ولی سهم وسایل اخبار عامه در برابر تلویزیون که اینا خوبتر نشون میدهد، رادیو هم سهم خیلی بی‌نظیر در این سمت دارد. چون این طرز بعداً در رادیو طرز بیان می شود که همون احساس پیدا شود، همون احساسی که به خاطر معرفی کشور، به خاطر حفظ مرز و بوم کشور، به خاطر دوست داشتن وطن، به خاطر خوب گرامی داشتن ارزش های کشور چی کوشش های، چی تلاش های میشه. این در برنامه های مستقیم در علاهیده ما وابسته به ساحه ها انعکاس می‌یابد. برای آنکه مهر و محبت وطن در ضمیرش طغیان کند، شنونده باید از کارمند رادیو چگونه برنامه‌ها را انتظار باشد؟ طبیعتاً رسالت هر رسانه مخصوصاً رادیو امین است که ما باید طلبات بیننده یا اودیتور خود را قانع کنیم. هر قدر ما به نیازهای جامعه، به خواهش‌های جامعه نزدیکتر برنامه
برنامه و من محتوا تولید میکنیم اون دقیقاً در جامعه انعکاس خود رو مییابد و تاثیر خود رو میرساند. بیننده ها هم گوناگون هستند. یک بیننده اون به مسائل سیاسی شوق رغبت دارد، یکی دیگر ورزشی، یکی دیگر بیشتر مسائل فرهنگی است. بنابراین مهمترین رسالتی که در نزد ما هست، مخصوصا ایجادکاران و ژورنالیستان، این وابسته به نیاز روز، طلبات جامعه، تهیه کردن محتوا است، تولید کردن محتوا است و تأمین جالبیت در برنامه ها است. به همین خاطر است که ما فرمت‌های گوناگون برنامه ها را براه ماندیم تا تمام قشرهای جامعه را از طریق تهیه برنامه ها فرا بگیریم و به اونها تأثیر رسانده باشیم. و چیزی که من گفتم میتونم در این مسئله همین است. تشکر میکنم و منم علاوه میکنم. حالا به خاطر اونه که این به سوال شما پاسخ میگم چونه اینه که حالا رادیوی تاجیکستان شما در برابر اونه که میشنوید بعضا میبینید، در شبکه‌های اجتماعی میبینید، مخصوصا برنامه‌های ویژه‌ای داریم که اونا مستقیما در شبکه‌های اجتماعی میگذاریم. بعضا میشود که شنونده ها یا بعضا از نفران ما میبینیم که میگن که شما رو ما در شبکه اجتماعی دیدیم، نه اونه که ما در رادیو شنیدیم. درست است که شنونده هم خیلی زیاد است، ولی باز اودیتور شبکه‌های اجتماعی هم خیلی زیاد است، اینترنت خیلی زیاد است. من خاطر در اون خوب فردوس که بیشتر به این مسئله سر و کار میگیرن، حالا زحمت خیلی زیاد کرده ایستادن که رادیو هم ژانرهای دیگر، مخصوصا چند رسانه‌ای استفاده شود. خیلی دشوار است برای کارمندای رادیو، ولی این چیز انجام شده ایستاده است و حالا همین صحیفه‌های رادیوی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال است. حالا ببینید که هر روز مثل یک میدونید یک سامانه خبرساز برین است که با همین قدرتی که دارد. این همه بچه‌های رادیویی هستند، مخصوصا اینا خبرنگار برای آماده کردن خبر به سامانه‌ها نیستن، ولی اینا کوشش میکنن که در برابر در رادیو خبرگزارش آماده کردن، اینچنین در سامانه رادیوی تاجیکستان و صحیفه‌های رادیوی تاجیکستان آماده بکنن. و گذشته از این برنامه‌هایی که شنونده میخواهد، حالا اون پیشتر رقابت کمتر بود، مثلا یک تلویزیون تاجیکستان بود، یک رادیوی تاجیکستان بود و شنونده انتخابی دیگر کمتر داشت. حالا در برابر اونه که رادیوی تاجیکستان و اینچون سه شبکه اون هست، ده ها رادیوی دیگر هست، رادیوهای خصوصی هست، رادیوهای ناحیوی هست، رادیوهای خارجی هستند که در منطقه‌های نزد مرزی پخش میشن. حالا رادیوهای ازبکستان هستن که تا به یک ناحیه تاجیکستان پخش میشن، چگونه که رادیوهای ما با دههای نزد مرزی، ناحیه‌های نزد مرزی ازبکستان میرد. ما کارمندای رادیو یا شما کارمندای تلویزیون مجبور هستید چیزی بکنید که توجه اونا جلب کند و همین خاطر خوب خواسته های اونا به نوبت میگیرید که اونا چی میخوان. هر چیزی که ما خواستیم بگوییم اونا مجبور میشن گوش میکنن یا تماشا میکنن، این چیز دیگر از بین رفته است. ما باید به خواسته های اونا هم توجه میکنیم که اونا چی میخوان و بعدا ما طرز پخش کنیم که برای اونا جالب باشه. امروز رادیو در میدان رقابت با دیگر واسطه‌های اخبار عامه از کدام شیوه فعالیت استفاده میکنند؟ طوری گفتیم رقابت مخصوصا در زمانی که ما صاحب استقلالیت شدیم و تیپولوژی گوناگون رسانه‌ای به وجود آمد در تاجیکستان، رقابت یک مسئله معمولی شد و این رقابت باعث شد که رسانه‌ها به خود تکمیل دهی رو بیارن، یعنی از اون قالب‌های شخص شده بیرون برآیند و بیشتر توجه کنند که اونا رقیب دارند و رقیب بین او بین رقیب در اونجا اودیتوری هست که ای را انتخاب میکند یا اون را. به همین شکل رادیوی تاجیکستان هم دچار یک رقابت بود و هست، ولی هر مشکلات ایجاد کننده یک امکانیت است. وقتی که ما
بر یک مشکل برمیخوریم مجبور میشویم که یک راه نو رو جستجو کنیم. این راه نو با آمدن اینترنت بسیار پیچیده تر شد. طوری که ما میدونیم یعنی تمام فضای اطلاعاتی امروز در همون انحصار یا منوپولیای اینترنت ماند. دیگر نه تنها رقیب ما وسایل اخبار عامه است، بلکه هر یک استفاده برنده اینترنت امروز میتواند رقیب یک رسانه باشد، مخصوصا رادیو. به این مضمون که دیگر اداره اطلاعات، ارائه اطلاعات و تولید اطلاعات از همون قالب‌های شخص شده برآمد. دیگر در دست میدیا مگنت ها مثلا دولت ها یا که یگان حزب ها و کارخانه ها نیست، دیگر همه تولید کننده محتوا است. و از جهت دیگر برای مخصوصا رادیو امکانیت با وجود آمد که ما باید از اون امکانیت هوشمندانه استفاده بریم، مخصوصا از امکانات اینترنت که ما تلاش کردیم در مدت چند سال اخیر مخصوصا محتوای رادیو در اینترنت هم با وجود بیاید. ما از اینترنت نه تنها برای منبع اطلاعات بلکه برای پخش اطلاعات استفاده کنیم. در واقع خود این امکانیت ها در اینترنت هست. با همین مضمون ما تلاش کردیم تمام شبکه‌های رادیویی دارای سامانه باشند، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فعال باشیم و مواد مولتی مدیا یا چند رسانه‌ای تولید کنیم که ما گفتم میتوانیم و هر نفر بیننده شما هم میتوانند برای اثبات این گفته ها به اینترنت وارد شوند و سراغه های معین ما رو دریابند. منم اضافه میکنم فردوس در گفتن وابسته به رو آوردن به شبکه‌های اجتماعی به اینترنت تا اونه که در برابر اونه که به رادیو توجه کنند و اینچنین رادیو را از اینترنت هم و امکانیت هایی که اینترنت میدهد این هم استفاده کنند و وابسته به محتوای برنامه ها که رقابت هم خیلی زیاد شده است. بینه که شنونده یا بینه یک نفر هم شنونده است و هم خواننده، اون انتظار نمی شود که کی ساعت 8 می شود خبری که در ساعتی 7 و 15 دقیقه 7 و 20 دقیقه شود و اون در ساعتی 8 از رادیو گوش کند، اینترنت می دارد و خبر رو می خواند. به همین خاطر برای رادیو باید چی کار کند؟ خبر ساعتش خیلی کم کند. ما الکی به نیم ساعتی گذاشتیم. حالا رادیوی تاجیکستان هر روز در نیم ساعت خبر پخش میکنه، در حالی که این 1 ساعت بود. گذشته از این خبرهای فوری را ما در 15 دقیقه که میشود ببینید پخش میکنیم. یعنی خبری فوری شد الکی ما ساعت نگاه نمیکنیم که بخش خبری میشود یا نیم ساعت نگاه نمیکنیم. همینطور همون وقتی که خبری فوری شد که فوریت دارد همون ساعت در رادیو پخش میکنیم. و گذشته از این برنامه مستقیم رفته شده است. نوبسته از اون که شکل برنامه چگونه است. خبری مهمه که اهمیتی جمهوریوی دارد. حالا اگر ما دیرتر بدهیم شاید وضعیت همون خبری و حالتی که است کمی مشکل تر میشه. ما در داخل همون برنامه مستقیم میدارد از بخش خبری خبرش میخواند یا میباید به همون مؤلف برنامه مستقیم میگوید، مؤلف برنامه مستقیم میگیرد همون خبر برای شنونده میرساند. یعنی فوریت در افیر. الکی این ساختی کهنه شده است که همین خبر شد الکی بعد از 1 ساعت پس این پخش میشود. این چیز دیگه چون که بیننده یا شنونده انتظار نمی شود که 1 ساعت پس شود، چون میدارد از اینترنت ما برای رقابت که اون ما را گوش کند و همون لحظه شنیده تواند. حالا ما نیم ساعت کردیم، برای رادیو خیلی دشوار است چون که هر نیم ساعت خبر یافتن هم مشکل است. به همون خاطر ما نیم ساعت کردیم. اگر خبر خیلی زیاد میشه شاید 15 دقیقه پس خبر پخش میشه، ولی کوشش هم رفته شده است که حالا شاید از 15 از 30 دقیقه هم کمتر شود خبرهایی که پخش میشود. بینندگان گرامی، برنامه صحبت روز بود منظور شما از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه ما حضور داشتند سید احسانی جلالیان، سرمحرر اداره برنامه‌های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان و فردوسی نظام، مسئول بخش اینترنتی رادیوی تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و خانه آباد باشید.